سلام میکنم خدمت تمام کسانی که این ویدیو رو میبینن. ببخشید یکم صدام گرفته، ولی خب بهتره به قول اون عمل کنیم و مسیر آموزشی رو ادامه بدیم. خب توی فایلی که از قبل آماده کرده بودیم طراحی سایت رو گفتیم که بعدش میریم سراغ آموزش بوتسترپ و یه سایت 3 صفحه‌ای میسازیم. خب این کار رو سریع انجام میدم تا وقتتون زیاد تلف نشه. نرم افزار بوتسترپ رو از قبل دارم، نصبش کردم. خب اینجا هم فکر کنم باز دارم. خب یه خروجی ازش قبلش گرفتم ببینم چجوری خروجی میگیره، بعد یه توضیح کلی داره. امیدوارم که HTML و CSS رو آموزش دیده باشین. اینجا طرح‌های آماده داره. اول یه طرح ساده میسازم، بعدش میریم سراغ یه طرح کلی. خب اینجا ابزارهاشه، مثل آرتیکل و غیره. متن میخوایم بذارین، تصویر میخوایم بذارین، کنترل میخوایم بذارین، یعنی دکمه باشه و این دکمه لینک داشته باشه به جای دیگه و غیره. خب بعد اینم طرح کلیشه. اینجا هم پیج ها و تصاویر رو میذارم، مثلا چه پیجی ایجاد کردیم، فقط ایندکس و چند تا فایل استایل داره، فقط یه دونه. این هم طرح کلی تمشه. خب این آپرنس رو نمیدونم به چه منظور گذاشته. بعد این قسمت تنظیماتشه، این انیمیشنشه. انیمیشن ها توی CSS مثل اگه خونده باشین و یاد گرفته باشین توی این فاصله زمانی که گفتم تا برای آموزش بعد آماده باشین، انیمیشن ها همون ترانزیشن ها، اون حرکت متن، اون حرکت تصویره. وقتی مثلا میایین روی یک باتون و رنگش عوض میشه، همون انیمیشن به حساب میاد. خب اینجا هم حالتهای مختلف مانیتور داریم: تصویر بزرگ، مانیتور، لپتاپ، تبلت. حالا این یکم تبلت کوچیکتر، این هم اسمارت فون و غیره. خب الان آماده این برای این که یه تصویر یا یه ایندکس بسازیم. تصویر اول سایتمون، یعنی ایندکس سایت. خب اول میخوام چی داشته باشم؟ آرتیکل دارم، اینا قسمت های آماده شه. خب میخوام ببینم هیدر داره یا نه. بنر کلین، هدراش خارجی ها بیشتر از این استفاده میکنم، منم از این خوشم اومد، همین رو استفاده میکنم. خب پیج اولمون اینه، میگیم سلام به فروشگاه خوش آمدید. بعد اینجا میتونم یه تصویر بذارم، دابل کلیک میکنم و URL رو باید اینجا بذارم یا جای دیگه. بدون تمرین اومدیم مثل همیشه. بعد آل فولدرز داریم، import image رو بزنم. بعد اینجا تو قسمت یا دایرکتوری ایمان تیموری اینجا همین فایل استفاده میکنم. روش کلیک کنیم، اوکی رو میزنیم. تصویر رو یکم باید چپ و راستش کنیم ببینیم بزرگ بشه درست میشه. آره اینو یکم آنزوم کنم. آنزومش نمیدونم کجاست. خیلی خوب. حالا اینجا میگیم فروشگاه ما، فروشگاه ما یک فروشگاه اینترنتی محصولات فرهنگی و هنری. خیلی باتوم اول رو میذاریم برای مثلا ارجاع به آموزش ها. میتونیم اینم بزرگ کوچیکش کنیم دیگه. این قسمت ها هست مثل نرم افزار ورد اگه کار کرده باشین، یا اون قسمت بلاک فا، این نوار ابزارشه، میتونیم بولدش کنیم
ایتالیکش کنین، زیرش خط بکشین، روش خط بکشین، رنگش رو عوض کنین، رنگ دیگه ای بذارین و غیره. حالا این زیر نویسش کنین، بالا نویسش کنین. اون رو نمیدونم برای چی گذاشته، اون قلب بذاریم. خب نه کلا دوتا قلبش کرد. کنترل زد یا همون کنترل اشتباه کردم. اتم ارجاع ارجاع به فروش. قسمت بعدی رو میذاریم صفحه یا ارتباط با ما، ارتباط با ما. بعد حالا میایم قسمت پایین، میایم اینجا میبینیم چی داره. فوتر که آخر کاره، همونجوری که توی آموزش طراحی سایت بدون کد نویسی آموزش دادیم، فوتر رو همیشه پایین تر میذاریم. خب کانتنت، چند تا کانتنت داریم؟ یکی دوتا، این که میذارم آخر. یا بخوایم ارجاع به فروشگاه بدیم، همین خوبه. اینا تگای HTML ها، همون تگایی که یاد گرفتید. تگ تکست رو معرفی کردیم، تگ ایمیج رو معرفی کردیم. این تگا رو میتونین استفاده کنید. تگا رو به صورت آماده گذاشته براتون. تگ های مثلا ایمیج، تکست، کنترلز، ببینم باتوم هاشه، بعد گریدش چیه، راو، کالوم هلپر، کانتینرز رو ببینم چیه، تب، ببینم تگ تب چیکار میکنه. آها، تب میسازه، خیلی عالی. مثلا توی تب 1 میتونیم یه چیز بذاریم، توی تب 2 میتونیم یه چیز بذاریم، بعد توی تب 3 یه چیز بذاریم اینجا. بعدش اینا رو لینک بدیم. جوری هم که لینک بدیم، لینک در اون صفحه ایه. یعنی وقتی روی تب 1 کلیک میکنم همینجا میمونه، وقتی روی تب 2 کلیک میکنم میره قسمت دوم سایت، وقتی روی تب 3 کلیک میکنم میره دو قسمت سایت سوم سایت. یه نوع تبگیری دیگه داریم مثل تبهای اینجاست که بذاریم من یه پیج دیگه باز کنم. میایم از این پیج استفاده میکنیم. اینو قبلا باز کردم، نه از خودش خوشم میاد نه از تمش. بذاریم ببینم بقیه چیه. این استایل آماده رو میتونید دانلود کنید، تو اینترنت میفروشن دیدم. بعد خیلی خوب. به هر حال همین رو انتخاب میکنم. خب این مثلا تب اولشه، این صفحه باز میشه، این تب دومه، این صفحه باز میشه، هر غیره. خیلی خب، من چیز تب گذاری رو لازم ندارم، پاکش میکنم. اینم پاک کردنش همونجور ساده است. میایم اینجا دکمه دیلیت داره، اینم دکمه دیلیت باید داشته باشه. تب بادی راست کلیک نیست، لازم دکمه دیلیتش اینجا دیدم. آها، با دیلیت کامپیوترم دیلیت میشه خودش. اینم قسمت کدم داره. سلکت پتنت رو بزنید اگه درست مونده باشم، پرنت، بعد دیلیت میشه. خیلی خوب، این از تگ هاشه و خودتون سرچ کنید ببینید چیا داره. مثلا کارتش شاید جالب باشه، مثلا پنلش باید جالب باشه، یکی یکی از تست کنید که چیز خاصی واقعا نداره. بعد تگ های HTML و اینم توی بادی هرچی نوشته شده باشه بوده. خب یه کانتنت لازم داریم. بعد کنترل کانتنتش رو باید ببینم از کجا باید پیدا کنم. کانتکت،
از کانتنتش استفاده نمی کنم، چون کانتنت منظورم یه عکس بوده یه تصویر، همون بالای کانتنت به حساب بیاد. ولی خب اینو لازم ندارم، دیلیت میکنم. شما رو هم لازم ندارم. بعد میتونین یه منظورم از کانتنت دقیقا همچین چیزی بود. حالا دو تا عکس هم اضافه شده. ما میایم میگیم با محصولات فرهنگی یا اسم شرکت ما، مثلا شیدا دات کام. بعد شیدا دات کام یه فروشگاه اینترنتی به منظور فروش اج... اجناس محصولات محص- محصولات دوره بنویسم، محصولات فرهنگی. سعی میکنم این ویدیو رو یکم کوتاه اجراش کنم. بعد واقعا چیز خاصی هم نداره. بعد بریم سراغ آموزش های بعدی. خب اینجا میتونید از آیکون های موجودش استفاده کنیم. ببینید آیکون واقعا خیلی زیاد داره، اینا رو واقعا ندیده بودم. شما خودتون جستجوگر باشین، حالا HTML و CSS رو یاد داشته باشین، واقعا خیلی خوب. ولی اگه شخصی اومده شرکتی گفت آقا یه سایت سریع میخوام مثلا با بوتسترپ یا هر هنری که خودت داری، میتونی توی نیم ساعت، یک ساعت یا 2 ساعت جمعش کنی. بعد هزینه 4-5 تومانی هم ازش بگیری. خب اینجا میذاریم محصولات آموزشی. بعد محصولات چی میگم بهش، تفریحی، سرگرمی، محصولات سرگرمی. خب حالا اینجا توضیحاتش میذاریم. محصولات آموزشی ما شامل پکت های آموزشی ماشینی می باشد. بعد محصولات سرگرمی ما شامل بازی ها بازی ها بازی های ماشینی می باشد. اینجا دوبار نوشته ماشینی منظور رو. خب بعد learn more داریم. بعد میتونیم بزنیم ارجاع. خب ارجاع ریبن. خب بعد اینجا میزنیم ارجاع. خب حالا یه فوتر لازم داریم که از قسمت فوتر انتخابش میکنیم. میتونیم هنرم به خرج بدین و زیبا انجامش بدین. و من خیلی سریع دارم انجامش میدم. ببینید از بوت استرپ همچین چیزی در میاد. خب از بوت استرپ خیلی تصاویر بیشتر و زیباتری به وجود میاد. من کلیات کار رو آموزش میدم. خب میتونین اینجا یه بک‌گراند براش انتخاب کنید. اینجوری نیست که مثلا بیخیالش بشین. حالا قسمت بک‌گراندش نمیدونم از اینجا انتخاب کنم. بادی سلکشنش، دایوش، کانتینرش، کالومش، راهش، تو CSSش انتخاب کنم. دیزاین، استایل، CSS. خب زدم CSS HTML باز کرد. بعد اینجا خیلی خوب میتونید از اینجا بک‌گراند براش بذاریم. بگین آقا این بک‌گراندی گذاشتی نمیخوامش. بعد کلو بک‌گراند. بعدیش اینو قابلیت کلیک نداره. حالا من ببینم از اینجا میتونم تغییرش بدم. ادیت داری؟
نمیدونم چجوری ادیتش میکنه. بعد وقتتون گرفته میشه اگه مثل دفعه قبل برم دنبالش بگردم و ادیتش رو پیدا کنم. خودتون یه سرچ بزنین. یعنی اینکه علامت قلف گذاشته، نمیدونم چون کرک کردم یا چون کرک نکردم. ولی خب میتونید اینو تغییر بدین، اینو بزنین یه عکس چیزش کنین، تصویر بذارین، یا مثلا رنگش رو بنفش کنین، صورتی کنین، یا هر کاری دیگه. باید جستجوگر باشین، اصلا ناراحت نشین که مثلا چیزی خراب میشه یا نه. کنترل رو اشتباه کردم و یا همون کنترل زد رو برای همین گذاشتم. خب بعد خب من سرما خوردم، باید آموزشم سریع تموم کنم. خب این پنجره رو الان چجوری ببندیم؟ راست کلیک نداریم، استایلش حرکت میکنه، کلوز ها رو میزنیم. این فایتو داره، کلوز رو نداره. این پنجرهش که حرکت کرد. اینو بیارم پایین. آها اینجوری. خب خب الان یه فوتر لازم داریم به عنوان پایین سایت. فوتر دارک انتخاب میکنم، زیباتر به نظرم اومد. اینجا میتونیم برای سایت بدون خودنویسی آن بشه بود استرپ، بعد آن بشه مدیریت. کپی رایتش هم همون جوری باشه. خوب. خب حالا خروجی چجوری ازش میگیریم؟ میریم قسمت ادیت یا فایل، بعد اکسپورت رو میزنیم، کاستوم اکسپورت رو انتخاب میکنیم، بعد یک فضا انتخاب میکنیم اینجا، میگه این فایل ها رو دارم، میگم باشه، بعد اکسپورت میکنه یا همون خروجی میگیره. خب اینجا طرح به زیبایی اجرا شد. مشکلش اینجاست که مثلا همون 3 تا باید می بود و اگه 2 تا انتخاب کردیم اینو راستچین میکردیم. دایو اصلیش انتخاب کنیم، میگیم عزیزم تنظیماتت کجاست، مارجین داره که باید بشیم سنتر بشه. چیز پراپسش چیه؟ این باکس اصلیشه. اینجا میتونیم چیزی اد کنیم. تنظیماتی داشت، حالا این حرکت به بالا و پایینه. حالا بعد ببینیم سنترش چجوریه. همون حرکتش بدین درست. کنترل زد رو میزنم، بعد میتونیم بکنینش 2 تا باکس. خب بعد یکم دورترش کنم. این اسکرولر موس منم خرابه، نمیتونم دورش کنم یا نزدیکش کنم، برای همین یکم سخت میشه. خب اینو میارم اینجا، یه خروجی دوباره ازش میگیرم. اسکرولر موس من خرابه، انگار نیروی غیبی اینو بالا پایین بردم. خب کنترل اینو پاک میکنی، بعد اینم باید یکم بکشیم این ور که اینجوری باید بکشیمش. نمیاد چون 2 تا باکس داریم. بعد باکس رو کنترل اشتباه کردم جواب میده، باید اینجوری کنیم. جابجا شدن
میگیم بیا اینجا، الان دیگه باید درست شده باشه. خیلی خوب، اونم درست شده. بعد اینجا میتونین یه باکس دیگه بذارین، بعد یه باکس دیگه این پایین بذارین که فاصله رعایت بشه. خب این صفحه اولی که شما با بوت استرپ میسازید. بعد میتونین همینو کپی کنین، تبدیلش کنین به قالب بلاک و وردپرس یا غیره، آپلودش کنین مستقیم توی وبسایتتون، گوشه پابلیک HTML یا غیره. سی پنل رو دیده بودین پس میتونین اینو همونجا آپلودش کنین. الان متوجه شدم اونجا shada.com و .sen نوشتن. خب حالا این صفحه اولی که ساختین، یه چند تا صفحه تمرینی بسازین تا قلق کار دستتون بیاد، یا برین توی سایت های دیگه نگاه کنین اونا چیکار کردن، بعد سعی کنین همونو پیاده سازی کنین. خب الان دوباره میریم بوتسترپ، ویرایش قالب‌های آماده‌اش رو میبینیم. خب چیز قبلی رو لازم نداریم، فایل قبلی رو. این بعد این ویدیو چه اتفاقی بیفته نمیدونم، باید ببینم چجوری این ویدیو آموزش رو ادامه میدن. خب اینو که آموزش دادیم، این فصل دوم، این آموزش بوت استرپ رو که انجام دادیم، بعد ساخت سایت 3 صفحه‌ای رو بعد الان انجام بدیم. خب این طراحی پیج اصلیه. والا یکم بهتر شد، نما دورتر شد، نمیدونیم چی کار میکنیم، ولی خب نمایی که میخوایم اینه یا این. بازم اینجا یه باگ داره، اسکرول رو خراب. لازم برم اسکرول با چیز یاد بگیرم. من کردم با کیبورد. خب آنزوم کردن با کیبورد، بریم از دیپسیک بپرسیم. خب سلام، چطوری با کیبورد صفحه نمایش وب رو آنزوم؟ نوشته کنترل مثبت و منفی. خب ببینم انجام میده. این که کانتو سیاست، کنترل مثبت، پیداش کردم، حالی شد. بعد اینجا باید کنترل مثبت و منفی بخوره که نمیخوره. ببینم چیکار کردم یا چی مشکل داره اینجا. نه این همون جوریه، قیافش اینجوری. خب ادامه میدیم. کنترل مثبت منفی، نصف مثبت نداره. نه نصف مثبتش کل صفحه رو بزرگ کوچیک میکنه. خب اینجا بیزینس کیژوال، میتونین متناش رو عوض کنین، بعد هومش رو میتونین عوض کنین، ابوتش رو عوض کنین و غیر. بعد تکساش رو عوض کنین، متونش رو عوض کنین و غیره. حالا چجوری لینک بدیم به یه صفحه دیگه؟ میایم اینجا صفحه دیگه رو میسازیم. مثال
یه صفحه اول میسازیم میگیم این صفحه اصلی مونه، ایندکسمونه، بعد یه صفحه دوم میسازیم میگیم صفحه ابورتمونه، بعد یه صفحه سوم میسازیم میگیم این صفحه سرویسمون. این تصاویر هم میتونیم از همونجا انتخاب کنیم که از این خیلی خوشم اومد، تصویرش با کیفیته، ولی این یکم آپاسیتیشو کم کرده، یه تصویر یه افکت سفید هم انداخته روش. بعد خب الان اینم سیو میکنم. یه لحظه توی ذهنم اومد گفتی شاید این بنده خدایی این آموزش رو ببینه که آموزش های قبلی، یعنی طراحی بدون کد، طراحی سایت رو بدون کد نویسی رو ننوشته باشه، یعنی نخونده باشه یا ندیده باشه. بعد گفت من توی سرم اومد گفتم بیام اینجا رو هم تغییر بدم. بعد گفتم نه، همون اول که آموزش دادم کافیه، بعد اینو خودش تغییر بده تا آموزش ببینه. چون اینجا بخوام یکی یکی تغییر بدم وقتتون تلف میشه، وقت منم همینطور. بعد با این مریضی و سرفه های بی موقع واقعا زیاد جالب نیست. پس اینا رو خودتون انجام بدین، من فقط لینک دادن رو بهتون آموزش میدم. خب میایم قسمت اکسپورت. پابلیش هم که دیگه مستقیم درون وبسایت. این تصویر زیاد داره، یه پیج دیگه یا یه فولدر یک میسازم، بعد سلکت فولدر رو میذارم، اکسپورتش میکنم، اکسپورت شد. حالا یه صفحه دوم میسازم. این صفحه ها رو میتونید خودتون بسازین ها. بیاین این بالا یه بلنک بسازین یا یه پیج تازه باز کنین، تمام تصاویرش یا تنظیماتش رو از اول انجام بدین. خب بعد میایم اینجا میزنیم آمار فروش یا کنترل پنل. خب به عنوان کنترل پنل تأخیرش میکنیم، اکسپورت. سلکت فولدر، فولدر جدید میسازم، بعد اکسپورت. خب حالا چجوری لینک بدم؟ میگیم که اینجا تنظیماتش ادیت داره. خب عنوان لینک باید باشه. خودش میگه از جنس لینکه. بعد آها، خودش نوشته اصلا لازم نبود این کار. پس میایم ایندکس. نه ایندکس شما نه، ایندکس دومی بود یا اولی بود، باید دوباره ببینم. حالا این ایندکس بیاین کلیک کنین اینجا یا جای دیگه، ببینم اسم صفحه چیه. لاگین. لاگینش کجاست؟ لاگین لینک کلا نداده، یعنی صفحه لاگین ساخته خب اما لینک نداده. ببین لینک نداده، باید لینکاشو خودمون درست کنیم. یه سرچ میزنم ببینم لینکش چجوری باید درست کنم. این بالا کانورت.
حشره زیاد شد. خب وقتتون تلف نشه یه نگاه از اینجا بکنم ببینم قسمت لینکش چجوری لینک میگیره. تو قسمت آیتم ها باید باشه احتمالاً. تکست فرش داده. برای بعضی پیش اومده بود میگفت چجوری این کار میکنه. پنجره و تب و بزنی زبان عوض میشه. حالا اینجا می‌نویسیم لینک، بعد اینجا دابل کلیک میزنیم کنار اینا. آها فرق این و اون لینک و ادیت ارجاعش نمیدونم کجا میره، باید ارجاع داشته باشه. نظرش که این نیست. آپشن نوار تنظیمات داره خوبه. ترگت خیلی خوب. ترگتش خوب URL پیداش کردم. ترگت اینم که پاکش کنم تو نوار ابزار میره. این نوار ابزاری که اینجا داره آپشن هاش و دوباره ترگتش غیب شد. خیلی خوب. ایندکس سلکتورش ترگتش کجا دادیم نمیدونم. 5 دقیقه پیش رو قطع کرده یا ضبط کرده نمیدونم، ولی خب امیدوارم ضبط کرده باشه. خب ترگتش میذاریم. این فایل اول بازش میکنیم، بعد میگیم آقا ترگتش این پیج باشه. خب بعد الان دیگه باید درست شده باشه. بیاییم این ور دوباره میاییم این ور میبینیم درسته. بعد ابوت هاست رو میذاریم. پروفایل خب بعد استور. یه چیز باحال هم دیدم پروفایل بود خب ولی صفحه لاگین بود، اونم میذارم. این عکس رو انتخاب کرده بود. عالی. الان سیوش میکنم. بعد اکسپورتش میکنم. کاستوم اکسپورت ببینم همونجا دوباره اکسپورت ولش میذارم. یه پیج 3 اونم پاکش میکنم. طول نکشه زیاد چون آخر آموزشه دیگه. خیلی خوب. الان زدیم گوشه 3، بعد ایندکس اون داریم میگه نه این پوشه نیست. اسم پوشه رو یادم رفت چی بود شانسم. اینگاه یه دستگاه اومده یه حافظم پاک میشه چند روزه. خب دوباره سیوش کنم ببینم کجا سیوش کردم. استیو یک ببینم لینک ها درسته. آره سلکتور یا همون ترگتش بعد همون میشه. چرا لینک خارجی رو قبول نمیکنه؟ نه خب، لینکش رو عوض میکنم. به جای مثلا لینک خارجی لینک داخلی میدم. یا اصلا میام این کار کنم. الان که دیگه HTML CSS همه بلد میایم اینجا ادیتش میکنیم.
بعد قسمت تارگتش درسته، اون پیش‌فرض درسته. قسمت تارگتش مثلا میذاریم یه پیج دیگر. رو سیوش کردم. بعد عجیبه، اینم قسمت فایل ایندکسش یه چالشه مثل دفعه قبل. بعد ببینم چی کار میکنه. خب بعد آیتم داره، کلاس داره، اچرف داره. اچرفش اینه نه اون. خب بعد اچرفش عوض میکنم ببینم چی میشه. خب این درست شد. حالا ببینیم داخل برنامه هم همین جوریه. اچرف نمیدونم چرا یاد شرف افتادم. سلکتورش شاید فرق کنه. آها URL اینجا اصلا حواسم نیست، معذرت میخوام. خب دوباره باید اون کار رو انجام میدم. سلکتور رو با URL اشتباه گرفتم. ببین چیکار میکنه این ماشین رو با سر و مکس. خب الان دوباره باید اون کار رو انجام بدیم. میایم پیج لاگین رو میذاریم، میبینیم اونم همون 3 بود. خیلی خب باز دوباره یادم بود. حالا پیج 2 about house. دوباره اینو سریع درستش کنم. بعد میریم پرودوکت. از پیج لاگین خوشم اومده بود که همونم گذاشتم. حالا یه پیج خارجی هم انتخاب کنم. لازم نیست برمیگردم و بعد create account. نه create account. الان سیوش میکنم. اینم مهمه بدونیم کنترل اس رو که میزنی یا سیوش که میکنی میتونی دوباره اون فایل رو اجرا کنی، مثل همون فایل های فوتوشاپ. اگه آگاهی داشته باشیم دوباره اکسپورت میدیم ازش. اینم آپدیت میکنم فایل. میگم گوشه 31. آره حالیش. من یه سایت 3 صفحه‌ای قرار یه سایت 3 صفحه‌ای خودم طراحی کنم، یعنی که بشینم از پایه چیز آموزش بدم کنار هم دیگه باشیم یکی انجامش بدیم. ولی خب بازم گفتم وقت شما گرفته میشه. همونم 30 دقیقه شد. به طور کامل میشه گفت بوت استرپ رو یاد گرفتیم. شما میتونید سایت استاتیک طراحی کنید، حالا با هر مدل و شکل خاص. قالب‌های زیادی هم وجود داره. استرپ تمپلیت که میتونید اونا رو دانلود کنید یا بخرید. من دانلود کردم اما اینجا رو همون نمیدم. ببینم مشکل چیه.
بعد دانلود کردم، برای بارگذاریش مشکل داشتم، حوصله نداشتم برم بگردم ببینم چجوری بارگذاری میشه. با خودم گفتم بعدا انجامش میدم، ولی بعضی وقتا بعدا یعنی هیچ وقت. پس سعی کنیم یه جا بنویسیمش و اون کار رو بعدا انجام بدیم. معادلات روی هوا همیشه روی هوا، یعنی توی ذهنت یه چیزی میگذره، اگه ثبتش نکنی مطمئن احتمالا اون کار رو انجامش ندی. خب میتونیم این قالب رو دانلود کنیم، این قالب رو دانلود کنیم و نوشته بود فری، اونم 69 یورو میخواد، یعنی دلار میخواد. در هر حال میتونیم سایت های 3 صفحه‌ای 4 صفحه‌ای استاتیک بسازیم، قول سایت داینامیک ندیم. بگیم آقا سایتی که میسازم استاتیکه، به این زیبایی هم میتونی در بیاری. بعد یه هزینه 1 تا 5 تومن هم میتونی ازش بدی. حالا خودتونم یاد گرفتین که این قالب رو تبدیل به بلاک فاش کنید، تبدیل به CMS های مختلف یا سیستم های قالب دهی، سیستم های وبلاگ دهی خاص انجام بدید. این کار هم میتونید انجام بدیم و هزینه کاریتون رو دریافت کنید. بوتسترپ چیز خاص زیادی نداره، برای همین مانور زیادی نمیده. حالا میتونیم بریم 4 تا آموزش دیگه هم ببینیم، ولی مطمئنا همینه. طرف میاد میگه آقا ما منوی لینک داریم، در قسمت بادی این را میگذارن، در قسمت کانتنت این را میگذارن، در قسمت هرو سلکشن این کار را انجام میدن. خب این خوبه، اما نه برای شما که آموزش طراحی سایت بدون کدنویسی رو دیدید، چون اونجا همه چی رو یا بیشتر چیزها رو یاد گرفت. ببینید اینجا یکم نگاه میکنید میدونید پیج چیه، نوار چیه، یعنی همون منو چیه، بعد فوتر چیه و غیره. سریع یاد میگیریم دیگه، لازم به کد نویسی هم به اون صورت نیست، اما کد نویسی بهترین روشه. برای همین توی قسمت آموزش هایی که میخوام طراحی کنم، آموزش HTML CSS رو به طور کامل نه، به طور جامع گذاشتم، یعنی بهش فکر میکنم، سعی میکنم اون هم مثلا این بوتسترپ به طور جامع یه آموزش کلی بده. خب اینجا آموزش ما تموم میشه. امیدوارم چند تا طراحی سایت خوب داشته باشیم و توی بازاریابیتون هم خوب باشیم. امیدوارم مشتریای استاتیک به پستتون بخوره. نکته دیگه هم که میخوام بگم اینه که همین پیجا رو میتونید توی هاست آپلود کنید و کارتون تموم بشه. حرف دیگه ای ندارم. امیدوارم هر جا هستید موفق و مؤید باشید. راستی این تصویرم خیلی دوست دارم. متافیزیک هم همینطور. خب خدا نگهدارتون.